جابر ابن عبدالله روایت می کند که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: 5 چیز به من عطا شده است که پیش از من به هیچ پیامبر عطا نشده است. یکم، از مسافت 1 ماه دشمنانم دچار ترس و وحشت می شوند. دوم، زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است، بنابراین هر کجا وقت نماز فرا رسید امتم می تواند همانجا نماز بخواند. سوم، مال غنیمت برای من حلال گردانیده شده است، در حالی که پیش از من برای هیچ پیامبر حلال نبوده است. چهارم، حق شفاعت به من نهاده شده است. پنجم، هر پیامبر برای قوم خودش فرستاده شده است، در حالی که من برای تمام مردم دنیا مبعوث شدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.